چند وقت پیش رونالدو زد گوشه یک بچه رو تو استادیوم شکون و دیگه بنده خدا تیمش این میبازه اعصاب واسش نموند. اما کریس جان کار عجیبم تو زمین بازی کم نداشته. مثلا اینجا با سر میزنه بازیکن حریف، چون سرشو میگیره و بعد رونالدو عداش در میاره میگه پاشو مهد کنده، خجالت بکشیدم چی کاری میکنی. اینجا هم رونالدو داره آماده میشه واسه زدن ضربه آزاد که داور سرشو مورد عنایت قرار میده و کلا مثلا برنامه پلنش عوض. تو این صحنه هم رونالدو میاد یه سری حرکات انجام بده و برگای ملت رو بریزونه که بیشتر برگای خودش میریزه و نزدیک بود مصدوم بشه تا اینکه بخواد برگی رو دوچار ریزش کنه. رونالدو جان خیلی کودک درون فعالی هم داره و اینجا با طرفداری خیالی داره دست میده و کلا جز آدم‌هایی هم هست که دمدمی مزاجن، زود مود عوض میکنن. اینجا خیلی خوشحاله که یه دوربین میاد عصبی میشه، یعنی فاصله خوشحالی تا عصبانیتش به یک دم و بازدمی بنده. اما رونالدو به هر نحوی که شده میخواد همیشه گل بزنه. مثلا اینجا میبینه که به توپ نمیرسه، با دست این هندبال میزنه که توپ بره تو گل. انگار داورم اونو کشکن اونجا، یا مثلا پشمک حاج عبدالله. کریس جان بعضی وقتا حس طنز بالایی هم داره. مثلا اینجا بازیکنای حریف سر به سرش میذارن که اینجوری با این میمیک صورت جوابشون رو میده. حالا شما میگید به نظرتون رونالدو بهترین بازیکن تاریخ هست یا خیر؟ لایک رو هم حتما بزنید.